به چیزی خوش اومدین. یه تحلیل دیگه برای امروز. ترجیحاً صبح زود پا شدیم تا زودتر این کار رو انجام بدیم تا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. خب، چه خبر؟ خوبین؟ حالا احوالتون خوش گذشته تو این یکی دو روزه؟ خب بریم برای بیت کوین و ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. تایم فریم 15 دقیقه نه. میریم از دیلی، چراغ‌ها خاموش یا همون چشم بسته، هیدن، ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اینا رو چرا جا به جا نمیشه؟ بریم بزنیم اینجا. خب هفتگی که نیاز نیست چون 3-4 روز دیگه مونده. چند روز دیگه مونده؟ هفتگی 3 روز دیگه مونده. پس تأییدیه‌ای به ما نمیده. برای روزانه بعد از چند تا کندل، 1 2 3 4 5 6 تا کندل مثبت، حالا شروع کردیم برای تخلیه. خیلی ها اینجا خریدن، واکنش تریدری ها اینجا خریدن، میکر ها اینجا خریدن و نیاز دارن که یه ذره سیو سود بکنن. حالا میتونه تا پایین بیاد تاییدیه، ولی ما ساده نگاش میکنیم. معمولا جایی که میشکنه دوباره میاد تست میکنه که آقا اون تستمون، یعنی اون شکستمون اوکی هست یا نه، یعنی شکستمون تاییدیه کامل داره یا نه، که ما اون شکستی که دادیم اوکیه یا نه. یه ذره اینجا یه ذره هوا سرده، من مجبورم یه ذره با لرزش بگیرم دیگه. خب بگذاریم. الان امروز چیکار کنیم؟ امروز ببین اگه استراحتشو کرده، احتمال هم باز هم میاد استراحت بیشتری انجام بده، یه تست دوباره ای میخواد اینجا بکنه، شاید هم نه اینجاها یه ذره کم بریزه. ولی در کل این عزیزمون بیت کوین تو روزانه، کسی که میخواد برای اثبات بخره با 110 رو رد کنه، وگرنه نه. برای ریزشی کاری باش نداریم فعلا. تو فیوچرز فرق میکنه ها. فیوچرز صحبتش جداگونه است. ما 40 تا گندل قبلی احتمالا همین 40 تا دو نمیشه، همین فاصله ای که دارم با فلش نشونش میدم. ما یه روند صعودی شروع کردیم، اومدیم استراحت کردیم، دوباره روند صعودی، اسپاگاهی قوی، حرکات قوی و استراحت کردیم. یه باکسی درست کردیم، این باکس رو از پایین شکوندیم. احتمال داره دوباره بیایم پایین تر، آره احتمال داره بیایم پایین تر، ولی احتمال فیک کردنش خیلیه. چرا؟ چون ما تاییدیه های زیادتری نداریم. ما فقط 2 بار ضربه زدیم، دفعه سوم نتونستیم ضربه محکمی بزنیم، پس از این بر محکوم به شکست هستیم. میریم برای استراحت. میتونیم فیبو رو از اینجا بندازیم تا اینجا، میتونیم فیبو رو از اینجا بندازیم تا اینجا. ما با فیبو فعلا درس نگرفتیم و یادم نگرفتیم. من حتی اس ام ای هم به شما نگفتم، آر اس آی هم به شما نگفتم، دی ام آی بهتون نگفتم، ترمینالیز رو نگفتم، مولتی پیوت پوینت رو نگفتم، خیلی چیزا رو نگفتم. فعلا داریم کندلا رو میشناسیم. در مورد کندلا و اتفاقات روز، دیروز گفتم احتمال فیک کردن حرکت هست. حالا میریم توی یو اس تی داد دیرتون نشون میدم. تو 4 ساعته ما باید بریم 110 رو بشکنیم. زودتر اگه اینجا اومد پایین تر و در حالت برگشتش مومنتوم داشتیم، ولوممون خوب بود، آره اوکی. چرا ولوم من نشون نمیده؟ جالبه. من هیدنمو دوباره برمیدارم ببینم چه جوری. آره هیدن فقط خطا رو میذاریم. ببین در حالت ریزش داره حجمم کم میکنه. خب پس ما فعلا اینجا این استراحت رو بهش میگیم. توی 1 ساعته بریم ببینیم چه خبره. پس تو 4 ساعته فعلا مثبتمون چیه؟ بالاییم. چرا میگم مثبتمون یا منفیمون؟ ببین ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته، فقط میتونیم برای اون شرایط خودمون رو آماده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه مثبت بخواد بشه، یعنی سعودی بخواد بشه، ما چجوری رفتار کنیم، و اگه بخواد نزولی شه ما چجوری رفتار کنیم. الان برای نزولی شدن داره نشون میده که آقا من آره خوبم برای نزولی شدن. احتمالا داره یه ذره ریزش بزنیم، چون آره گفتم احتمال داره برای تست دوبارش بیاد. نگاه کن اینجا گفتم برای تست دوبارش بیاد، ولی میتونی سریع بگیری ولی ارزششو نداره. صبر کن، یه ذره تحمل کن، بذار همرنگ جماعت بری جلو، بذار هم پای
این جریان حرکت کنی. درسته این جریان احتمال ریزش داشته باشه، ولی نگاه کن اگه قرار بود ریزشش سنگین باشه، من نمیگم نیستا، نه بحث نیستن نیست، این ریزشی که اینجا رخ داده با علامت دارم نشونش میدم، داره میاد تست کنه، احتمال داره ریزش دوباره داشته باشیم، ولی پرقدرت شاید نخواهد بود، شاید هم بریزه، شاید هم یه حرکت شارپ سنگین بکنه، ولی فقط دارن الان سیو سود میکنن، فقط دارن پوزیشن هاشون رو یه ذره قوی تر میکنن، اینطوری بگم بهتر. پس الان ما برای سعودی شدن بالای 108 هم اومد میتونیم بگیریم برای سعودی شدن، ولی باز هم پوزیشن که هم مثبت بده هم منفی، یعنی جایگاهی که هم مثبت بده هم منفی، احتمال فیک کردنش هست. یعنی چی؟ یعنی اینجا هم مثبت داریم هم اینجا منفی داریم، یعنی دو طرف رو داریم، پس میتونیم اینجا ما فیک بکنیم و فیکش لذت ببریم. منظور از لذت بردن، ببین من هیچ موقع تو 15 دقیقه نیاد، تو 15 دقیقه به تو حال میده که بخوای اینجا بگیری، ولی جای سفتیه. نگاه کن شکستش، نتونست کنترلش کنه، داره دوباره زور میزنه به سمت مثبت، تمایلش بیشتر به سمت مثبت شدنه. خب ولی دیروز خیلی یار گول زده، بهتونم گفتم اگه دنبال آلت کوین هستین و میخواین ورود بزنین به آلت کوین ها، حواستون باشه تاییدیه بگیرید. اگه تاییدیه نمیگرفتی احتمالاً حد ضرر میخوردی. خب پس بیت کوینمون چی شد؟ یا بالای 109 110 برای صعودی شدن مطلق، ولی زود هنگامی 108. اگه 108 رو شکوند، شکستش چجوری؟ این کندل بالاش بمنده، خیلی ساده است، کندل بالاش بس، تاییدیه خوب یا مومنتوم قوی، اونجا حرکت میکنیم. RSI داشت یه حرکتی میشون، نگاه کن RSI اگه داشت اینجاها رو میشکن، 42 شو داشت میشکن، موقع میتونی یه حرکتی بگیری به سمت بالا. حالا این وسط باید تو چشم من آشغال بره من تو طبیعت نشستم، دلتون نخواد، لذتی میبریم، ایشالا که همه بتونن لذت ببرن. USDT.D راستی بچه چراغ رو روشن نکردم، چشمان رو روشن نکردم براتون خط بذارم، ما با این خطا خیلی کار داریم. خب این یه ذره این خط تازه داره اهمیت پیدا میکنه، خط مثبتمون اینجاست و الان اینجا قرار گرفته، میتونیم یه خط ساده براش بندازیم الان توی یه ساعته. توی 4 ساعته هم نگاه میکنم، الان توی 4 ساعته هم جای جذابش اینجا میشه، میریم توی یه ساعته اینجا، آره یه ساعته اینجا میتونیم حتی سرعتی تر بیاریمش بذاریمش اینجا، قبولش میکنم. ما احتمال ریزش از اینجا داریم تا کجا؟ شاید تا اینجا، تا 107، ولی ریزشی شدنمون با 105 رو اگه بشکنیم به سمت پایین ریزشیم، تا به الان فقط استراحتیم، هیچ چیز خاص دیگه ای نداریم. برای USDT به ما تاییدیه، این علامت مال گذشته بوده، بذار ورش دارم، این از اینجا هست. USDT برای نزولی شدن، این خط رو قرمز بکنم که بفهمیم نزولی بخوام بشه. این خط سبز بد نیست، ولی اینو منظورمه این، ولی برای نزولی شدن میتونه اینجا رو بشکونه. آره اگه اینجا رو شکون و یه داو جونز به من داد، تاییدیه داد، ببین ما سقفمون رو داریم میشکنیم، درسته این سقف کوچیک رو شکوندیم ولی هنوز در حالت یه باکس هستیم، نگاه کنید یه باکس هستیم. این باکس رو اگه شکوندیم به سمت بالا و تاییدیه به ما داد و اگه دیدیم مومنتومی داریم، آره میتونیم نزولی بگیریم، وگرنه همش فیکه، شما رو داره گول میزنه. احتمال داره اینجاها یه ذره گیر کنیم، استراحت کنیم، احتمال داره، ولی برای جفت شرایط آماده باشین. برای نزولی که بهتون گفتم، برای صعودی شدن، این حرکت اینجا دیروز اگه یادتون باشه بهتون گفتم اگه اینو بشکونه به سمت پایین تا این ضربه میایم، همین اتفاق افتاد. بیشتر از اینم نشده که من بگم یا یه کسی دیگه بگه، نه
ساختارش ساده است. ما باید ساختارها رو بفهمیم. ما ساختار مستطیل یا همون باکس یا همون رنج، ساختار حرکت، موج اول حرکت، موج دوم حرکت، یا حرکت شارپ یا همون پارابولیک خودمون. ما همین چند تا ساختار رو داریم دیگه، ساختار اضافه تری نداریم که بخوایم بگیم چه خبره. چجوری؟ مثلا این ساختار رو نگاه کن، پارابولیکه، این ساختار پارابولیکه، این ساختار موج اوله، این موج دومه. یعنی همه اینها دارن خودشون یه حرفی برای گفتن میزنن. یا بذار عقب‌تر، این ساختار رو نگاه کن، این ساختار مستطیله. چرا میگم مستطیل؟ یه حالت رنجه، نه این ور نه اون ور. توی اون دعواها شرکت نکنید، توی دعوای رنج شرکت نکنید، ولش کنید. بعضی هستن توی رنج معامله میکنن، کف کانالو میگیرن، سقف کانالو میفروشن، سقف کانالو میگیرن، کف کانالو میفروشن. این بازی رو میتونن بکنن. ولی من تو این چند ساله که بودم تو بازار، حرکت قشنگتر و راحتتره. ما تو چند روز گذشته با 2 تا حرکت میتونستیم یه پوزیشن 40% بگیریم. 40% تو فیوچر میدونی چقدر؟ لورج 10 هم بگیریم میشه 400%. خیلیه، خوبه دیگه، چی میخوای بیشتر از این؟ ولی شرایط مناسب رو باید انتخاب کنیم. خب بریم برای این. گفتم یو اس تی کجا؟ برای ریزش روی، یعنی صعودی شدن، ما اینجا رو میخوایم، همین خط زرده که گذاشتم. برای صعودی شدنم خط 4602، یعنی 4 ممیز، آره دیگه 4.62%. این دیگه دقیق نیست عدداش. برای ریزش شدنم این بالا. حالا بریم بیت کوین دامیننس یه ریزشی کرد. آره داستانش رو تعریف کنیم. بریم 4 ساعته بیایم بعد بیایم پایین. چرا روزانه نگاه نمی‌کنم؟ ببین روزانهش معلومه تابلو ما چه حرکتی داریم میکنیم فعلا به سمت مثبته، ولی 4 ساعتش یه ذره بهتره. ما راحت‌تر میتونیم درک کنیم چه اتفاقی داره میفته. یه ریزشی کردیم الان داریم استراحت میکنیم، یه ریزشی کردیم الان داریم استراحت میکنیم. پس پول فعلا دوباره داره برمیگرده تو بیت کوین. مردم سیو دارن میکنن. ببین یعنی چی؟ خیلی هستن که پولای بزرگی دارن، رفتن الان یه مقدار آلت کوین خریدن، الان پولشون رو تبدیل میکنن به بیت کوین، پولشون تبدیل نمیکنن به یو اس تی، پولشون تبدیل نمیکنن به دلار که بکشن بیرون، پولشون رو تبدیل میکنن به بیت کوین. دوباره که حرکت شروع کرد دوباره میرن. الان اگه از اینجا دوباره ریجکت بخوریم برگردیم پایین، دوباره پول باید میره تو آلت کوین. متوجه شدیم؟ understand به قول قدیمی ها. خب پس پوزیشن چی شد؟ اگه بازار ریزشی شد و این مثبت شد، آلت کوین ها بهتر میریزن. ولی اگه نه، این به سمت پایین حرکت کرد و بازار مثبت شد، آلت کوین ها بهترن. ولی اگه این به سمت بالا حرکت کرد و بیت کوین به سمت بالا حرکت کرد، بهتره که بریم سمت بیت کوین، جای دیگه ای نشیم. توتال دو یه سقفی حرکتی کرده. توتال دو که میدونی چیه؟ اتریوم و تمام آلت کوین ها به غیر از بیت کوین. این توتال دوه. توتال سه به غیر از اتریوم و بیت کوینه. و آدرز دادی همه کوین های 10 به بعد. ما 10 رنکینگ داریم دیگه، توی کوین مارکت کپ نگاه کنیم رنکینگ کرد، از 10 به بعدش میشه آدرز دادی تا 100. حالا ما توی 4 ساعته این سقفمون اونجا بوده، این سقفی بوده که شکونده، حالا اومده رفته بالاتر به اون سقف قبلیش ضربه زده. درسته الان حرف میزنیم میگه 40 تا کندل، پس چی شد؟ نه، ما گفتیم 40 تا کندل برای حرکت، پیدا کردن حرکته، ولی حمایت مقاومت های سر راه مزاحمت هایی هم دارن، لذت هایی هم دارن، استوپ هایی هم دارن که به ما نشون بدن. پس بهش نگاه میکنیم. الان حرکت کردیم به سمت بالا، یه اسپایک، یه حرکت کردیم، حالا نیاز به استراحت داریم. تا کجا؟ تا این کف. این کف رو تا زایی بشکونه ما میتونیم اینجا فیبو بندازن مردم که بگن چجوریه چجوری نیست. تا کجا میتونیم؟ تا 300 شیم، تا 500 شیم،
تا 618 شیم تا 700 شیم، تا کجا میتونیم استراحت کنیم. هر چقدر که استراحت کنیم قدرت روند بعدیمون رو به اون نشون میده. ولی چون یاد نگرفتیم فیبورو و در موردش هم بحثی نکردیم، پس فعلا در مورد فقط حمایت و مقاومت. تازه من میخوام بهتون حمایت مقاومت رو بگم، میخوام ساده نگاش کنیم. منم فقط دارم با حمایت مقاومت رو میدم با چند تا خط. پس ما از اینجا حرکت کردیم به سمت بالا، نیاز داریم به استراحت. حالا این استراحتمون چجوریه؟ چقدر زمان میبره؟ حالا اگه خواستیم تاییدیه بگیریم، تاییدیه هم این دوتا یه شکل اینجا قرارش میدیم. نگاه کنیم دوتا کندل یه شکل. حالا میریم توی 4 ساعت هست، 1 ساعته نگاش میکنیم. 1 ساعته درسته یه ریزش کردیم، احتمالا داریم که بیاد اینجا یه پول بک به این بزنه، دوباره ریزش رو شروع کنیم. ولی ما ریزشی وقتی میشیم که زیر این بیایم، زیر خط 1.19 اینو که بشکنیم تازه میگیم ریزشی. ولی تازه اون توی 1 ساعت هست، توی 4 ساعت آره نه، توی 4 ساعت هم همینجا خوبه، توی 4 ساعت هم همینجا. در کل نگاه کنیم ما توی یه باکسی هستیم، توی باکس داریم حرکت میکنیم. ولی اگه بخوایم حرکت رو بگیریم اینجاست. حالا میگیم مثبتش کجاست؟ مثبتش ما برای مثبت شدنش اینه مهممون. خب ولی از همین جاها میتونیم حرکت کنیم. من ترجیحم بینه، من که میگم یعنی ترجیح بینه که این حرکت بیاد یه ذره بازی بکنه، بعد دوباره شروع بکنه، یه داو جونزی به من بده. داو جونزمون میشد چی؟ میشد یه حرکت این شکلی، یه سقفی بزنه یه ذره بالاتر. حالا شما فکر میکنید که داو جونزتون چه شکلیه، من این شکلی بهتر میبینمش. حالا الان میگه به سمت بالا بگیریم. الان به سمت بالا گرفتن اگه کندله، آخه نمیشه بهتون بگم کندل ستاپ ببینیم. کندل ستاپ دوستان توضیحشو دادن توی پیجشون، هم میتونین برید نگاه کنین کندل ستاپ چیه. همون داو جونز یه تایم فریم بالاتره، اونم توضیح میدم. شاید همه این کلماتی که من میگم قلمبه سلمبه باشه، تایید نفهمی متوجهش نشین، ولی ساده است. مثل همین زبانی که داریم با هم حرف میزنیمه. موقع که اصولش رو بدونی کلمات خودش میاد، اصلا نیازی نداری که بخوای فکر کنی که الان چی بگم. چرا؟ در مورد موضوع فکر میکنی، ولی نیازی نداری در مورد اون دقت عمل الان چه کلمه ای به کار ببرم بهتره، اینا نه، خودش میاد. پس توتال 2 هم فهمیدیم. الان میریم برای توتال 3. آخه ببخشید، واقعا ببخشید، چند دقیقه بود تحمل کردم ولی نشد. اینو میذارم برای سبز شدنش. الان برای نزولی بچه اگه زیر 868 شکست، احتمال نزولی توتال 3 هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این خط اول اصلا که این قرمز رو پاک کنم، این سفیده باید بیاد بالا. یعنی اگه اینجا رو بشکونه و تایید به من بده، چجوری؟ این شکلی اینجا رو بشکونه بیاد تایید به من بده و بیاد این خط اینجا رو بشکونه، اینجا یعنی چی؟ یعنی تایید نزول. اینجاست که میتونید تاییدیه داشته باشین که برای نزولی بگیری. الان درسته ست کندل قرمز زدیم و خیلی ها ترسیدم، ولی وسط مسیری کندل قرمز هست، مثل اینجا وسط مسیر. هر موقع اومدیم تایید دادیم، شکستیم، تایید دادیم و ادامه داشتیم، آره، و یعنی دوباره میریم تست دوباره سقف. متوجه شدیم؟ یا مثل اینجا ما اومدیم یه ریزش کردیم، دوباره حرکت کردیم، دوباره ریختیم. خب اینجا میترسیم، اگه اینجا رو نبینیم میترسیم. ولی من اینو میگم موقعی که بیاد یه فیکی بده، این فیکه بده و تایید به من بده، نگاه کن چه حرکتی میزنه. خب حیف نیست اینا رو از دست بدیم که فقط به خاطر این ریزشه، یا برعکسش حتی تو نزولش هم همین اتفاق میافته. حیف نیست. یا همینجا اینجا تاییدیه، شما میگه اینجا باید بفروشه، میره بالا یه کفه پایین، سقف پایین تر، کفه پایین تر، اینجا رو برای من بشکونه، من میگیرم. اینجا حیف نیست نگیرمش.
مدت ها وایسم تا بخوام اینو بگیرم. نه، هر دو طرفیم. ما هر طرفی موج آب بزنه همون وری میریم، اصلا کاری نداریم چه اتفاقی توی جهان داره میفته، کدوم خبره، الان پاول چی گفته. اون آره اونا مهم هست، من نمیگم مهم نیست، ولی مهمترینش همین کندلاست، مهمترین اندیکاتوره، مهمترینه. یعنی ما زبان این کندلا رو یاد بگیریم که چی دارن به ما میگن. خیلی ساده است. اسمارت مانی، بانک ها، الیوت کارا، چی بهت میگم، فیبوناچی کارا، همه دارن از این کندلا استفاده میکنن. هر استراتژی بگی دارن همین چند تا دونه رو استفاده میکنن، فقط اسمشو تغییر دادن، یه ذره به قول قدیمی‌ها یه ذره دستی به سرگوشش کشیدن، اینطوری بگم بهتره. پس توتال سه هم فهمیدیم، متوجه شدیم. اودرزادی این دوتا کندل که یه شکل هم، ولی خب نگرشون میده. این قرمزه زیاد اهمیتی نداره، بریم توی یه ساعتش این ما اینو میذاریم برای اینجا، اینو میاریم پایین، اینو میذاریمش اینجا. چرا این کارو کردیم؟ من زیر این بیام ریزشیم، الان اتفاق ریزش رخ داده ولی هنوز در حالت صعودم. هر موقع اومدم یه بولبک زدم نتونستم نگهش دارم، آره قبول میکنم. پس متوجه شدیم کل بحثم چیه. گفتم دو طرف رو باید داشته باشیم، هم مثبت هم منفی. ببینیم کدوم ور امتیازش بیشتره، قدرتش بیشتره، تاییدیهش بیشتره. اگه زمان پارابولیک بود میگفتم بهتون اصلا دنبال چیزی نگردید، اولین چیزی بپرین تو. ولی الان نه، الان تاییدیه بگیرید. همین دیروز خود من گفتم اگه لینک بهترین جا، بریم به سمت لینک یه سر بزنیم. اتریوم و بیت کوین ولش کن، بریم یه دقیقه لینک رو نگاه کنیم. در مورد لینک من یه صحبتی بکنم. دیروز من گفتم لینک جای خوبیه برای ورود، ولی بعدش گفتم اگه تاییدیه گرفتین این کار رو انجام بدین، اگه تاییدیه نگرفتین نه، اصلا این کار رو نکنین. همون موقع اومد یه ریزش کرد دوباره رفت بالا. خب میتونستیم بگیریم تو 15 دقیقه یه نگاه بندازیم. تو 15 دقیقه این سقفی بوده، این سقفه، دوباره این سقفه، الان این سقف بوده، اینجا رو شکونده. میگفتیم میتونستیم حد ضرر تو با میذاشی اینجا، احتمالاً حد ضرر منفی زیاد جذابی نمیخوردی، ولی خب حد ضرر میخوردی. ولی کجا میتونست جلوگیری کنه از این حد ضرر؟ تاییدیه بیت کوین. حالا بریم تو بیت کوین نگاه کنیم تایمش کیه. تو 15 دقیقه نمیخوام، توی یه ساعت سرعتی تریم. توی یه ساعت تایمش 13 ساعت 13 میریم بیت کوین رو یه دقیقه نگاه کنیم. 13 تایمش 13، ببین تایمش 13. این تاییدیه نده، سقفشو که نشکونده که تاییدیه بده، یه کندل سبز فقط زده. الان روشم داری نگاه کن. پس فقط یه کندل سبز تاییدیه برای من نمیشه، باید یه جایی رو میشکن، یه خطی رو برای من میشکن. اینجاست که این خطا برای ما خیلی مهم میشن. اون موقع یه طمعی میندازن گردنتون، یه هرسی میندازن، یه فومویی میندازن که آقا ما یه عالمه حرکت کردیم حالا بیایم بگیریم. میبینی؟ پس من میگم تاییدیه بگیرید. الان بر نزولی داره بهتون یه حالی میده که نزولی بشه، ولی فکر نمی کنم بیشتر از این خط 107 بیاد. تا 107 احتمال داره بیاد، احتمال داره، شاید هم از همینجا فکر کنه برگرده بره بالا. همه چی هست، ولی برای شرایط وارد پوزیشن میخوایم بشین، یه بازدارنده هایی باید داشته باشید. تو هر شرایط مارکت برای خودتون بازدارنده هایی بذارین و تاییدیه هایی بذارین که آقا من این ورودی که دارم میکنم میارزه که این پولم رو میخوام بذارم که یه پولی به دست بیارم، یا نه فقط دارم یه حرکتی رو از لحاظ تخلیه ذهنی. اگه از لحاظ تخلیه ذهنیه وقت دوست داری یه معامله کنی، یه پوزیشنی باز کنی، یه درصد کمی باز کن، یا یه اکانت جدا به حساب اکانت داشته باشی، یه اکانت جدای مثلا $100 بذار اونجا. حالا که خیلی ها مثلا میگن ما با $100 میخوایم شروع کنیم، آره با $100 شروع کنین و خیلی کارهای دیگه با پوزیشن های کوچیک تست میخوایم بکنیم. 25%. حالا در مورد مدیریت سرمایه هم صحبت میکنم.
دمتون گرم تا همینجا تحمل کردین منو و صبوری کردین، صدامو شنیدین و در مورد بازار صحبتامو تحمل کردین. واقعا تحمل، چون من یه ذره میلرزیدم اینجا این کارو میکردم، صحبت میکردم. دمتون گرم، روز خوبی داشته باشید، موفق و همیشه دوست دارم لذت ببرید از این بازی و از این پول در آوردن و از این زمانی که میذارید برای تایم ترید. موفق باشید.